سرخط مهمترین خبرها: سنگین و وحشتناک واکنش‌ها به حکم دلیر امام علی. تاجیکستان 5000 دانشجو را از مکتب‌های دینی خارجه برگردانده است و به ساکنان منطقه‌های نزد مرز قرقیزستان رسما سلاح می‌دهند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 19 اکتبر است. به 10 سال زندان محکوم شدن روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک دلیر امام علی واکنش‌های زیاد را در داخل و هم خارج کشور به میان آورده است. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات خواست مقامات تاجیکستان دلیر امام علی را فوراً آزاد کنند. تریزا ریبیرو روز 18 اکتبر در بیانیه گفت از این حکم وحشت زده شد. ریبیرو حکم دلیر را ضربه دیگر به آزادی مطبوعات در تاجیکستان نامید. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران گفتند او را بیشتر برای گزارش‌هایش جزا دادند. کمیته دفاع از خبرنگاران هم حکم دلیر امام علی را سنگین خواند و آن را محکوم کرد. نماینده سازمان گلناره سعید روز 18 اکتبر گفت مقامات باید دلیر امام علی و روزنامه‌نگاران دیگر را رها کرده دادگاه‌ها را به سرکوب رسانه‌های مستقل استفاده نبرند. از اول روشن بود که پرونده دلیر امام علی علامت آن است که حکومت تاجیکستان ژورنالیست‌های انتقادی طرفدار در جامعه را تحمل نخواهد کرد، گفته است گلناره سعید. کمیته دفاع از خبرنگاران افزوده که نمیداند دلیر امام علی در مرافعه چی درخواست کرده و آیا بازبینی حکمش را خواهد خواست یا نه. حکم دلیر امام علی شام 17 اکتبر از سوی دادگاه ناحیه شاه منصور دوشنبه صادر شد، اما وکیل دفاع و نزدیکانش یک روز بعد از صادر شدن قرار دادگاه آن را تصدیق کردند. دلیر امام علی کی بود و چرا حکمش چنین واکنش‌های زیاد را به میان آورد؟ همکارم طاهر سفر نگاه انداخته است به کار این خبرنگار و نظرها درباره شخصیت او. مردم دردی ناگفته زیاد دارد بر رئیس و به وزرا. از بودجه من و شما شهروندای عزیز این ماشین حکومت براش داده است، ولی من و شما را قبول نمیکند. به در وزیران و کبیران میرفت تا سوالهای مردم را از آنها پرسد. یکی راه میداد، دیگری از در میراند. بیاید قانون درباره وسایط اخبار ما هست، شما بگید که در کنون. آی جنجال و دعوای ساکنان برای زمین و خانه را ثبت میکرد و با طرفهای دعواگر صحبت میکرد و در یوتیوب میگذاشت. سود کردن در کار کلاغ ما. با همین گونه بلاک‌های ویدیویی شهرت یافته و صدها هزار بیننده را به کانال خود در یوتیوب آورد. در طول کمتر از 3 سال گزارش و صحبت‌هایش را بیشتر از 26 میلیون بار دیدند. از تابستان امسال مخالفانش زیاد شد. دلیر امام علی خود را هم یک ژورنالیست معرفی می‌کرد بین مردم، چند از سایت‌های اینترنتی، لیکن مانند جاسوس در بین مردم رفتار میکند. میبینیم فقط از خطاهای مردم سخن میکند. در یگان نوار ندیدم که از پیشروی‌های این دولت این کشور گفته باشد. عملهای دلیر امام علی را همچون یک خائن میبینم. ماه ایون با اتهام صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 بازداشت و 17 اکتبر به 10 سال زندان محکوم شد. اتهاماتی که خودش و طرفدارانش بی اساس می‌دانند و میگویند مقامات برای خاموش کردن دلیر و خلاص شدن از تنقید او را به زندان انداختند. دلیر امام علی یکی از میهن پرستان واقعی وطن خود است. او تئاتر مستند را رواج داد. طرفدار رشد زبان تاجیکی، طرفدار افکار انتقادی در میان مردم تاجیکستان است. من بسیار افسوس میخورم که او را چنین جزای سخت دادند. به نظر من آدمان مثل دلیر امام علی در آزادی به ما ضرورند. همکاران سابقش میگویند دلیر همیشه سعی میکرد که ضمن انعکاس موضوع بی‌طرف باشد و حق به حقدار برسد. تلاش میکرد، یک تصمیمی که میگرفت میخواست که اون انجام بدهد. مثلا یک موضوعی که گرفت حتما باید اون خوب بررسی کند. اگر اون مشکل هم باشد او کوشش میکرد خوب این کار را انجام بده. یعنی بعدا در بررسی ها خیلی خوب نفر بود که میخواست عدالتانه مسئله را بررسی کنه. در سعودی کایتن جنایت مطابق با ماده های آدم کشی ماده 105 کودک جنایی
والری امامعلی که 34 سالگیش را در حجره بازداشتگاه شاید تجلیل کرد، ختم کرده دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان است و هنرپیشگی هم می‌کرد. در رادیوی وطن، رادیوی امروز، گروه تئاتری نگاه نو و ساخت سینما کار کرده است. همسر و 2 فرزند دارد. مقامات میگویند در 1 سال حکومت طالبان قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روز 18 اکتبر ضمن همایش مقاومت با تروریسم در دوشنبه گفت اگر سال 2020 2,500 تن مواد مخدر مصادره کرده باشند، پس سال 2021 آن تا 4 تن زیاد شد. دادستان کلی تاجیکستان قاچاق مواد مخدر را منبع اصلی درآمد گروه‌های تروریستی در افغانستان نامید. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که یک قسمت آن در منطقه‌های دشوارگذر کوهی جایگیر شده‌اند. تاجیکستان زیاده از 5000 دانشجوی خود را از مکتب‌های دینی خارج برگردانده است. در این باره پرزیدنت امامعلی رحمان روز 18 اکتبر در یک همایش در دوشنبه خبر داد. با گفته رئیس جمهور، این گروه شهروندان با مقصد پیشگیری از همراهشوی آنها به گروه‌های تروریستی و افراطگرایی به تاجیکستان برگردانده شدند. بازگردانی دانشجویان مکتب‌های دینی از کشورهای اسلامی سال 2010 آغاز یافته بود. با گفته برخی دانشجویان بازگشته، با آنها وعده داده بودند که در داخل کشور تعلیمشان را ادامه خواهند داد، ولی با گفته برخی همصحبتان ما این وعده اجرا نشد. فعلا در تاجیکستان یک دانشکده اسلامی فعالیت می‌کند که تعداد محصلینش کم است. 3 کمیته پارلمان قرقیزستان طرح قانون درباره دادن سلاح به ساکنان منطقه‌های نزدیک مرزی با تاجیکستان را تصویب کردند. قانون نو اجازه می‌دهد که به ساکنان منطقه‌های نزدیک مرزی بادکن و آش در حالت‌های مخصوص سلاح داده شود. 3 کمیته ژاکارگو کنش یا پارلمان قرقیزستان مسئله دادن سلاح به ساکنان منطقه‌های مرزی را پشت درهای بسته بررسی کردند. مارلن محمد علیف، یکی از مؤلفان طرح به بخش قرقیزی رادیوی آزادی، گفت اکنون قانون در جلسه پارلمان بررسی می شود. تصمیم دادن سلاح به ساکنان منطقه‌های نزدیک مرزی قرقیزستان پس از مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان صورت می‌گیرد. در این مناقشه 2 روزه از 2 طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. کارشناسان در تاجیکستان می‌گویند این کار می‌تواند باعث خونریزی بیشتر شود. بخش 1 روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 اکتبر را فرا می‌گیرد. 19 اکتبر سال 1939 در تئاتر تازه تأسیس اپرا و بالت تاجیکستان نخستین اپرای ملی شورشی واسه به صحنه گذاشته شد. موسیقی آن را آهنگساز ارمنی تبار سرگئی بالاسانیان و متنش را شاعران سرشناس میرزا ترسونزاده و عبدالسلام دهاتی ایجاد کردند. بعد این تئاتر اپرا و بالت تاجیک شاهد ایجاد 10 نمایشنامه‌های دیگر شد که برای رشد این هنری تئاتری مساعدت کرد. وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که سال 2014 آمار ازدواج شهروندان تاجیکستان با خارجی ها 67% افزوده است و اگر بیشترین حالت ها مربوط به برپا شدن عائله ها با شهروندان ازبکستان باشد، اولین حالت ازدواج زن با شهروند چین هم ثبت شد. اینچنین حالت‌های خانه‌دارشوی با ایرانی‌ها، افغانستانی‌ها و روس‌ها هم بوده است. قانون این کشور از خارجی‌ها تأمین همسری تاجیک با خانه را پیش از نکاح تقاضا می‌کند. سرگذشت تصور ناپذیر یک ساکن ناحیه حصار از سخاوتمندی و دلسوز بودن مردم در تاجیکستان درک داد. در پی نشر گزارش ویدیویی رادیوی آزادی از زندگی سخت و سنگین مادری تنها با 6 فرزندش در یک واگن آهنی، افراد سخاوت پیشه و مهربان واکنش سریع نشان داده در یک شبانه روز 18 به 19 اکتبر سال 2018 این عائله را با خانه 2 حجره‌ای تامین کردند. زهرا سیف‌الله که از شرایط سختی زندگی برای به اینترنت دادن فرزندانش آماده شده بود، تصور نمی‌کرد که در 24 ساعت به نام او 15,500 دلار جمع می شود. قرب روبل روسی کمی بالا رفته ارزش دلار آمریکایی باشد کاهش یافته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1013 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 161 سومانی عوض کرده می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 19 اکتبر چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، تشکر که تا آخر برنامه ما را هم پیگیری کردید. خبرهای از این بیشتر را می توانید در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. روزی با براره داشته باشید.